بله، سلام علیکم. من خدیجه هستم از کشور آلند. به شما زنگ زدیم با صدای حق، چون دیشب پروگرام ریسکه بود. آقای انصاری راجع به کلمات مزخرفی که آخوندهای صفوی زده بودن که حضرت حسین همکاری دنیاست، حضرت فاطمه زهرا رزق روزی میرسانه. اگر او همکاری دنیا بود چرا به خود کار نکرد؟ چرا در وقت جنگ خبر نبود از جنگ و از کشتار و بستار؟ اگر بی فاطمه زهرا سرور عالم، بی بهشت ما که نفقه و آزقند میتاد، چرا 3 روز خودش با اولادای کش نمانده بود؟ چرا با خود رزق روزی نرسان؟ چرا مردم بازی میتین آخوندهای صفوی؟ چرا مردم دفری بده چالتان نگاه کردین؟ ما از طریق صدای حق برای شما مردمان ایران شیعه مذهبا براتان میگم که خوارم، برادرم، بچه ها، دخترایم، فریب از این آخونده را نخورین. اینا همش فریب است، همش دروغ است، همش به خاطر جیب پر کردن خود هستن. شما به اوش بیاین، قرآن بخوانین، از قرآن پیروی کنین، از سنت محمد پیروی کنین. ما تمام یارانشانه خلفای راشدین تاج سر خود میدانیم. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیا، پیامبر و پیشوای ما و شماست. وقتی که رزق روزی را نرسانه به مردم، به دنیا، چرا این نواسه یا فرض مثال دیگه کسا بکنن؟ نخورین بازی. آقای انصاری، یک جهان ممنون از پروگرام حق گویید شما. خداوند تعالی در دنیا و آخرت سرفراز داشته باشید، همیشه کامیاب سربلند باشی. پروردگار عالم تا جهان آباد باشی که مردم صفوی ها را رویشان نسیان میکنی، دروغایشان هم میکشی برا میکنی. خداوند اجر پاداشان نصیبتان کنه که تمام کارکنانی که در اون شبکه کار میکنن و امرایتان شب و روز به پای دفاعی زحمت میکشه، خداوند تعالی اجر دنیا و آخرت نصیبتان کنه. یک جهان ممنون. خداوند کامیاب سربلند داشته باش. از دعایتان خودم اولاد مرا فراموش نکنین. آمین یا رب العالمین. سلام علیکم. تشکر میکنیم از این مادر گرامی. الله سبحانه و تعالی به خاطر این نصیحت های دلسوزانه شما بهشت جاویدان و فردوس اعلی رو نصیبتون بکنه.